إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان و با قهرمان جدید خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در قسمت گذشته ما در مورد عبدالرحمن الناصر صحبت کردیم که قهرمان مغرب اسلامی بود. حالا میاییم به شرق اسلامی و به مشرق اسلامی. یکی از قهرمانان معروف شرق اسلامی و یا مشرق اسلامی را خدمتتان به معرفی میگیرم. شاید تعداد زیاد از شماها با نام این قهرمان آشنا باشید، چون تعداد زیاد از شماها البته یا کلتان از ساکنان و از اهالی مشرق زمین هستید و با قهرمانان مشرق حداقل با نامشان آشنایی دارید، اما بالعکس قهرمانان مغرب را مثل عبدالرحمن الداخل، عبدالرحمن الناصر و غیره را کمتر ما نامشان را شنیدیم. قهرمان این قسمتی از برنامه قهرمانان هست سلطان محمود غزنوی رحمه الله تعالی. بله، سلطان محمود غزنوی کسی بود که برای او خلیفه عباسیان لقب یمین المله را داده بود، یعنی رکن و پایه راست دولت عباسی یا خلافت عباسی، و برش لقب امین المله را داده بود، یعنی امانتدار این ملت. و سپس وقتی که بزرگترین بت هنده ها را میشکند و میشود بت شکن. قهرمان این برنامه ما سلطان محمود غزنوی هست. سلطان محمود غزنوی فرزند سبکتکین است که در سال 360 هجری در شهر غزنی افغانستان به دنیا می آید. پدرش سبکتکین بانی و مؤسس دولت غزنوی هست که غزنوی ها چند قرن حکومت کردن در مشرق اسلامی. سبکتکین خودش شخص خیلی هوشیار، ذکی، دانایی بود است که برای دانایی او همین قدر دلیل کافی است که دولت غزنوی را تأسیس و بنیانگذاری می کند که بعدها این دولت پایه های شرک و کفر و الحاد و زندقه را در مشرق اسلامی می لرزاند، بلکه از بین می برد. سبکتکین وقتی که وفات می کند، فرزند دیگرش اسماعیل نام دارد. او را به عنوان او در عمر از قهرمان ما که محمود غزنوی هست خرد بود، اما سبکتکین فرزند خردش اسماعیل را جانشین خود تعیین می کند، چون محمود غزنوی در آن وقت در یک جنگی در سفر بود، در مقر حکومت وجود نداشت. اینجا برادرش که اسماعیل غزنوی هست شخص مدبری نبوده، سیاست مداری هم نبوده، یک امیری خوبی نبوده که دارای توانمندی باشه که بتونه این دولت بزرگ غزنوی را سیطره داشته باشه و این حکومت را پیش ببره. بنابراین سلطان محمود غزنوی اولین کاری که میکنه حکومت را از دست برادرش میگیره. برادرش در نبرد با او واقع میشه و در جنگ شکست میخوره و سپس با برادرش بیعت میکنه و برادرش او را معاف میکنه و سلطان محمود غزنوی قهرمان ما میشه و
حاکم و امیری دولت غزنوی. سلطان محمود غزنوی وقتی که به قدرت میرسه و امارت غزنوی را به دست میگیره، در آن زمان خراسان زمین هم پر از فتنه های بود. هم فتنه های نظامی که افراط تفریح و اختلافاتی که میان مسلمانان ایجاد شده بود و ملوک طوایفی در هر طرف بود. از طرف دیگر حکومت سامانی ها ضعیف شده بود، رو به زوال بود. سیطره که سامانی ها داشتن او را از دست داده بودند. به همین سبب اوضاع خراسان خوب نبود. سلطان محمود غزنوی وقتی که به حکم میرسد و به حکومت میرسد، اولا تلاش میکند که اوضاع داخلی را درست بکند. دقیقاً به نقش عمر فاروق رضی الله عنه حرکت میکند و مانند عمر فاروق رضی الله عنه اوضاع داخلی دولت را اولا درست میکند. به همین خاطر بعضی مورخین میگویند که فتوحاتی که در زمان سلطان محمود غزنوی رخ داد به اندازه مساحت و مسافتی است که در زمان عمر فاروق رضی الله عنه فتح شده بودند و در قلمرو اسلام داخل شده بود. سلطان محمود غزنوی فقط در مورد این قهرمان اگر ما کلمات را که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نوشتن بخوانیم، دلالت به عظمت این مرد می کند، دلالت بر قهرمانی سلطان محمود غزنوی می کند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد سلطان محمود غزنوی می گوید که ولما كانت مملكة محمود بن سبکتکین من احسن ممالک بنی جنسه، دولت و حکومتی را که محمود غزنوی در خراسان و در مشرق اسلامی پیش می برد و حکومت داری می کرد، از بهترین مملکت های همجنس هایش بود. یعنی عجم ها در مشرق اسلامی دولت هایی که ایجاد کردند، دولت داری هایی که داشتند، از بهترین آن دولت ها دولت سلطان محمود غزنوی بود. و سپس میگوید که کان الاسلام و سنت فی مملکته اعز. اسلام و سنت، اسلام و سنت در زمان سلطان محمود غزنوی خیلی معزز و عزیز بودن، غالب بودن. فانه غزا المشرکین من اهل الهند، سلطان محمود غزنوی با مشرکان هند جهاد کرد. و نشر من العدل ما لم ینشره مثله، و عدالت و انصاف را در مناطقی که زیر حکومت و سلطه او بود به اندازه انصاف و عدالت را نشر کرده بود که هیچ کسی در آن منطقه مثل او چنین عدالت و انصاف را نشر نکرده است. فکانت السنة فی ایامه ظاهره، سنت در زمان سلطان محمود غزنوی خیلی ظاهر و آشکار بود. مردم با افتخار به سنت عمل می کردن. یعنی اهل سنت عزیز بودن، غالب بودن، قوی و قدرتمند بودن. والبدع فی ایامه مقموعه، بدعت ها در زمان خلافت، در زمان امارت سلطان محمود غزنوی بیخکن شده بودند. مبتدعه و خرافیون را کلا از خراسان زمین برداشته بود. و مرد جهاد بود. بیش از 13 معرکه در مقابل هندوها جنگید. ما قبلا در مورد محمد ابن قاسم وقتی که بحث کردیم گفتیم که فاتح سند بود و نه تنها سند بلکه تا یک بخش از هند امروزی که کشمیر و غیره هست تا آنجاها فتوحات محمد ابن قاسم رسیده بود. اما بعد از آن فقط مسلمانان فکر میکردن، تصور میکردن که این فتوحات اسلامی را تا اقصا نقاط هند برسانند. اما وقتی که قهرمان ما سلطان محمود غزنوی امارت غزنوی را به دوش میگیرد، آغاز به جهاد علیه مشرکین میکند و حملات خود را بالای هند آغاز میکند. سلطان محمود غزنوی وقتی که بالای هند حمله میکند، از پشاور گرفته تا شمالی هند تا
کنارهای بحر عرب تا آنجا میرساند، این شاهان هند یک بعد دیگری پیش روی قهرمان ما، پیش روی سلطان محمود غزنوی زانو میزنن، شکست میخورن. میگویند که وقتی که سلطان محمود غزنوی یک شهری از شهرهای هندوها را فتح میکرد و بت‌هایشان را در آن شهرها از بین میبرد، هندوها میگفتند که اصلا این بت‌ها و مردمان این شهر سومنات که بزرگترین بت هندوها در هند بود آن را ناراض کرده است. پس سومنات ناراض شده است، لذا اینها در مقابل مسلمانان شکست میخورند. اگر اینها سومنات را از خود راضی بکنند، باز سلطان محمود غزنوی نمیتواند آنها را شکست دهد. این حرفایی بود که هندوها میگفتند. سلطان محمود غزنوی میپرسید که این سومنات کی است؟ براش گفته شد که سومنات بزرگترین بت هندوها هست در شمالی هند که سالانه به او برای حج به سوی او میروند و نظر و نیازی برای او میکنند و او را عبادت میکنند و فکر میکنند که مالک مطلق او هست و فکر میکنند که هر کسی یا هر جانوری وقتی که میمیرد روحش به سومنات میرود و او باز بالای روحی از او تصرف میکند و به هر مخلوق دیگری که بخواهد روح او را انتقال میدهد. فتوحات سلطان محمود غزنوی بالاخره این قهرمان بتشکن ما میرسد به سرزمینی که سومنات در آنجا هست. با بیشترین اسلحه معاصر آن وقت، با قویترین ارتش آن وقت بالای هند حمله آور شده بود. میگویند که در این جنگ ها و در این نبردهایش از فیل زیاد استفاده میکرد. البته هندوها هم در جنگ هاشان بیشتر از فیل ها استفاده میکردن. پس مقابله و مبارزی با مصر را سلطان محمود غزنوی با آنها میکرد که در جنگ هایش از فیل ها استفاده میکرد. وقتی که به نزدیکی سومنات میرسد، این بت بزرگی که هندوها او را به عنوان معبود بزرگشان پرستش میکردن، اونجا که رسید، هندوها دیدن که حالا دیگه این محمود بتشکن، سلطان محمود بتشکن آمده است، سومنات را هم رحم نخواهد کرد و این را هم از بین خواهد برد. آنها برای سلطان محمود غزنوی اموال زیادی را پیشنهاد کردند. گفتند که ما باید هر قدر مالی که میخواهیم میدهیم، این خدای ما و این معبود ما سومنات را کار نکن، این را بگذار، این را نشکن. اینجا سلطان محمود غزنوی یک تعداد اطرافیانش گفتن که چرا میشکنیم، اینقدر بت دیگر را شکستیم، شکستیم، اما اینجا اینقدر پول برای ما میدهند، این پول را بگیریم به یک جای دیگه مصرف میشه و به کار امت اسلامی و ارتش اسلامی به درد میخوره. این بت را نمیشکنیم، پول را میگیریم، پول زیاده پیشنهاد شده است. اینجا سلطان محمود غزنوی میگوید که خب من در این مورد استخاره میکنم با پروردگارم، فردا در این مورد تصمیم میگیریم و فردا مشوره خود را و تصمیم خود را ابراز میکنم. اینجا سلطان محمود غزنوی میرود در شب استخاره میکند و با خود فکر میکند که این پولها را بگیرد یا سومنات را از بین ببرد. وقتی که صبح میکند میآید، خب هندوها خوشحال هستند که شاید دلش به پول شده، پولها را میگیرد و این بت ما و این معبود ما را هیچ کاری نمی کند. وقتی که صبح می شود، سلطان محمود غزنوی میآید میگوید که انی فکرت فی الامر، من در مورد سومنات فکر کردم و به این نتیجه رسیدم. فرأیت انه اذا نودیت یوم القیامه این محمود الذي كسر الصنم احب الی من ان یقال این محمود الذي ترك الصنم لاجل مال یناله من الدنیا. سلطان محمود غزنوی این پاسخی که به هندوها داد خیلی برای آنها غیر مترقبه و غیر متوقع بود. آنها توقع این پاسخ را از سلطان محمود غزنوی نداشتند. در مورد سلطان محمود غزنوی اینجا یک چیز دیگر را اشاره بکنم که وقتی که ما نوشته های بعضی رافضی ها، مورخین رافضی، وقتی که در مورد محمود غزنوی صحبت میکنن، آنجا
سنپاشی خود را میکنند. این گونه جلوه میدهند که سلطان محمود غزنوی بالای هند فقط به خاطر پول و متاع دنیا حمله آور شده است، نه به خاطر رضای الله. برای این مغرضین، برای این دشمنان اسلام و برای این دشمنان این قهرمان ما که روافض هستند، باید به ایشان بگوییم، بعدا میرسیم که چرا این روافض با سلطان محمود غزنوی مشکل دارن و چرا کوشش میکنن که از خلال نوشته هایشان او را برای ما و برای نسل جوان و برای نسل آینده یک شخص دنیا دوست، متاع دوست، مال دوست جلوه دهد. یک مجاهدی که به خاطر مال و ثروت و اینها جهاد کرده است، یک مجاهدی که هند را فتح میکند، سومنات را میشکند، به خاطر رضای الله نبوده بلکه به خاطر مال و متاع دنیا بوده است. نخیر، چنین نبوده است. چرا؟ پاسخ را از خود سلطان محمود میشنویم وقتی که هندوها برایش پیشنهاد مال هنگفت را کردند تا سومنات آنها را نشکنند. گفت من در مورد آن چیزی که شما از من خواستید فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که اگر در روز قیامت فریاد بکنند که کجاست همان محمودی که سومنات را شکسته بود، اگر این گونه در روز قیامت من را فریاد بکنند، این برم بسیار محبوب هست از این که بگویند کجاست همان محمودی که سومنات و بزرگترین بت و معبود مشرکان هند را به خاطر مال دنیا رها کرد. گفت اگر در روز قیامت من با عنوان بت شکن، به نام بت شکن فریاد زده شوم، این برم محبوب تر است از این که من را بگویند که والا بت را به خاطر مال و متاع دنیا نشکست. پس همین بود که سلطان محمود افراد خود را امر کرد که حمله کنند بالای سومنات. سومنات را وقتی که شکستند، از داخل این بزرگترین بت هندوها به انداز مال و متاع و جواهرات بیرون شد که مالی را که هندوها قبلا پیشنهاد کرده بود و هیچ چیز نبود. اینجا افرادی که قبلا به سلطان محمود مشوره داده بودند که این مالها را بگیریم، پولها را بگیریم، بت را رها بکنیم، آنها پشیمان شدن از مشوره‌ای که قبلا داده بودند. سلطان محمود غزنوی در زمان امارت خود کارهایی که کرد، اولین اقدامی که کرد تمام فرق ضاله، این شیعیان روافض، این رافضی ها، معتزله ها، جهمی ها، قدری ها، اسماعیلی ها، خلاصه هر کسی که مخالف عقیده اهل سنت و جماعت بود بیخکن کرد. این روافض حالا که میان در تاریخ ها نوشته میکنن و سعی میکنن که چهره سلطان محمود غزنوی و این ابرمرد تاریخ اسلام را خدشه‌دار بسازن، مخدوش بسازن با این اراجیف خود، با این دروغ ها و دروغ پرانی های خود، به خاطر این است که سلطان محمود غزنوی از سرزمین خراسان این فرق ضاله که در رأسشان این روافض باشد، اینها را بیخکن کرده بود. شیعیان اسماعیلی، شیعیان رافضی، معتزلی، جهمی، تمام فرق ضاله، هر کسی که مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت بود، سلطان محمود غزنوی او را از بیخ و ریشه بر می داشت و مرکز این فرق ضاله خراسان شده بود. این یکی از بزرگترین کارنامه هایش بود که این فرق ضاله و اهل عقاید باطله را از بین برد. دومین کاری که کرد، دولت بویهی را سقوط داد. دولت بویهی دولت شیعی بود که بالای خلافت عباسی حاکم بودند. وزیران از آنها بود که عادات و عقاید و عبادات باطله شیعیان را رشد داده بودند. این دولت بویهی شیعی را همین ابرمرد ما، همین قهرمان ما سلطان محمود غزنوی به زانو در آورد و آنها را شکست داد و خلافت عباسی را در خراسان البته از چنگال این بویهی ها نجات داد. و همچنین دولت سامانی گفتم که قبلا رو به زوال بود، ضعیف شده بود، او را هم از بین برد و تا که در خراسان بلا منازع دولت غزنوی حاکم باشد. از جمله کارهایی که کرد، بر علاوه که دین مبین اسلام را با این فتوحاتی که در هند داشت و تا سومنات آنجا رسید و هند را به قلمرو اسلام داخل کرد،
تا جایی که محمد بن قاسم رسیده بود، بعد از او تمامی مناطق هند که امروز مسلمان های آنجا هستند زندگی میکنن، اینها به فضل و احسان الله و سپس با جهاد و با جان فشانه های محمود غزنوی رحمه الله تعالی بود که در آنجا اسلام را رسانید. و همچنان شهر غور، ولایت غور افغانستان هم در زمان همین ابرمرد ما، همین قهرمان ما سلطان محمود غزنوی به قلمرو اسلام داخل شد. با این همه مردانگی ها و شجاعتی که داشت، با خلافت عباسی سرکشی نکرد، بلکه زمانی که به قدرت رسید امر کرد که در تمامی نقاط خراسان باید نام خلیفه عباسی در خطبه گرفته شود و اعلان اطاعت و پیروی خود را از خلافت عباسی کرد تا مسلمانان در مشرق زمین خلافت و حکومت واحد داشته باشند، یک دست و یک مشت باشند که هیچ نوع دشمنها بالای آنها چشم بدی دراز نکنند. و همچنین بر علاوه که فرق ضاله و اهل عقاید باطله را از بین برد، هر کسی که مرتکب فسق و فجور و اینها میشد تمام میکرد. فسق و فجور را از خراسان و از نقاطی که زیر حکومت او بود و تابع حکومت غزنویان بود از بین برده بود. یک امارت واقعا اسلامی و یک امارتی که واقعا در آنجا صدای اهل سنت و الجماعت حاکم بود، عقیده اهل سنت و الجماعت حاکم بود، تمام فرق ضاله خار و سرنگون و ذلیل شده بود. این گونه یک حکومت مقتدر اسلامی را در مشرق اسلامی پیش برد و حدود 35 سال سلطان محمود غزنوی حکومت کرد و سپس در سال 421 هجری به مرضی که عاید حالش شده بود وفات کرد در غزنی و در همانجا دفن شد. این بود داستان قهرمان این قسمت از برنامه قهرمانان، سلطان محمود غزنوی که در سال 421 هجری وفات کرد و در همانجا به پایان رسید. انا لله و انا الیه راجعون. امیدوار هستم که از زندگی سلطان محمود غزنوی و از جهاد و مبارزاتی که کرد استفاده کرده باشید. همه شما عزیزان را تا قسمت بعدی برنامه قهرمانان و تا قهرمان دیگر به الله یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، الب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوسا.